برادرای عزیزم، بیایید برادرها، خواهرها، ای مردم مسلمان تاجیک، بیایید همدیگری رو ما حفظ بکنیم. من امروز مثلا یک روز دو روز است کم کم اخبارها رو نظر میکنم. در روسیه تاجیک برده دست و پاش بسته، پولش کشیده گرفته، اسیر میگیرد. اسیر یعنی زالوژنیک. روی تاجیک، مردم مسلمان تاجیک در تمام دنیا رافضه ها بد کرده شده است و حکومت هم بد کرده شده است. حکومت تاجیکستان هم این چیز خیلی فایده خوب دارد. روی تاجیک سیاه شدنش، روی جوان ها سیاه شدنش، حکومت تاجیکستان هم روی چهره بچه های تاجیک مسلمان ها سیاه شدنش، این قند است، مرملات و شکلات است. اگر نقص کرده بگیم چی به حکومت تاجیکستان مزه میکند وقتی که نام تاجیک در روی دنیا تروریست میبرد. در حقیقت من صحبت های آخری محیدین کبیری، جناب محیدین کبیری رو، صحبتی که در کانال پیمان لیوی کرده است گوش کردم. آخرین صحبت بعد از بی بی سی. در حقیقت به انهین صحبت محیدین کبیری موافق است. ببینید در حقیقت آدم باید عادل باشد، آدم باید عدل و انصاف داشته باشد. ما اگرچه مخالف مثلا به عقیده حزب باشیم هم، لیکن حقی که اونها دارد، صحبت درستی که اونها دارد، باید درست گفته شود. حق گفته شود. اگرچه وی محمد اقبال هست یا محیدین کبیری هست یا کسی نباشد. لیکن من در حقیقت سخن محیدین کبیری را که آخرین سخن محیدین کبیری در باب همین جوانهای تاجیک هست، یا حالت جوانهای تاجیک برای چی، یعنی افراطیگری سخت در تاجیکستان از همه جانب. محیدین کبیری یک سخنی در حقیقت عجیب میگه. همینجا جناب محیدین کبیری میگه که تاجیک ها اگر میگه مجوس شودم، مجوسی سخت، بودیست شودم میگه شاید بودیستی سخت، حکومتداری کندم حکومتداری سختی، یک ظالم مثلا. از همه جانب سختگرایی زیاد است. برای تحلیل خوب هستین. ما هم عیناً همین فکر بستیم. برای اینکه تاجیک ها در حقیقت از همون جنگ شهروندی که در سال 1992 شد، بعد از شکست و بعد از بی نتیجه برآمدن، به همین یک عصبانیت گرفتار است. همه ناراضی که هست از همین نتیجه، خواه جانبداری حکومت خواه جانبداری حزب نهضت که مردم مسلمان عادی استفاده شدند و در بین مردند، همه جانب عصبانیت رو اختیار کرده است. بجز اهل سنت و الجماعه. باید جناب محیدین کبیر اینجا هم بیان میکردن که بجز اهل سنت و الجماعه ما یکون خیلی عصبانیت و افراطگرایی که نرفته شدیم. اینو خوب دانید. ما همین منهج اهل سنت و الجماعه که قرآن سنت به فهم سلفین اومد. اگر همین منهج قرآن و سنت فهم سلفین اومد، کسی بگوید که این چی است، افراطی است، گفت کافر مرتد است، مشرک است. بجز اهل سنت و الجماعت در تاجیکستان دیگر همه افراطی است. رافضه های هم افراطی آدم کش است. حکومت هم حکومت داریش جانب افراطی کتی است. مجوسی طلبکوف هم افراطی خبیث. شاعر هم افراطی شده است. همین شاعرها را ببینید، شاعرهایی که جانب دین ستیزی به شبکه لیلیم بهتر از الله و رسول است گفته. بازار صابر بود، نمش خطا نکنم. همون شعری که کسی همین شاعری آخر مرده باشد از امریکا گروزش بود آمد و همین شعر نویست. الله لعنتش کنه، این یک کافر مشرک است. با این به جنازه خوندگی هم کافر است. اما حزبگراهای هم جانب مخالفی هم، یعنی جانب افراطگرایی کتی است. در تاجیکستان همه جانب و همه سیستم ها افراطگرا شده است. بجز یک جماعت و فرقه و مذهب اهل سنت، ما غیر از ما دیگه همه افراطگرا شده است. در تاجیکستان افراطی است، جانب تروریسم رفته شده است. بعد از این از همین جهت تحلیلی
مخالفایی که امروز تحلیل کردن که جانب افراطگرایی برای حکومت تاجیکستان فایده دارد، من هم به همین تحلیل راضی هستم. در حقیقت اگر تحلیل بکنید به همین سخن جناب محیدین کبیر منم راضی هستم. برای چی؟ برای اون که اینا ببینید، من فکری شخصی من است. ببینید چه خیلی فایده میشه. برای اون که وقتی که در تمام دنیا نام جوانهای تاجیک همچون تروریست، همچون آدمای دهشت افکن، بی ادب، آدمکش، بی ترتیب به وجود آمد در تمام دنیا، انا همچنین کشید، انا امروز همچنین است. در تمام خبرهای عالم شما روسی است، فارسی است، عربی است، انگلیسی است، نظر کنید همه تاجیک همه خیلی اینجا را کفون دین کرد اون کرد میگه. اگر شما خوب دقت بدهید چی فایده میگیرد حکومت؟ فایده همین است که از انا همین روز بعد، از انا همین واقعه اکن بعد همین یک ماه یا 2 هفته پیش حادثه که شد، بله، از این بعد آینده هر تاجیکی که کجای دنیا رفته خودش رو همچون پناهنده از رژیم حکومت تاجیکستان امروزه همچون پناهنده مثلا با اروپا، امریکا یا نمیدونم ترکیه یا که به روسیه به کجای ندهد، او رو همچون پناهنده قبول نمیکنن. ممکن مثل پیشتر نیست که تاجیک پناهنده به ملال پناهنده قبول کرد. نه، پناهنده قبول کردنش خیلی مشکل است. برای چی؟ برای اینکه روی تاجیک سیاه شد، پناهنده قبول نمیکند. انکنون این برای تاجیکستان چه فایده دارد؟ به حکومت تاجیکستان فایدهش این است که چقدر پناهنده کم شود، مخالف حکومت همینقدر کم است. چقدر پناهنده کم شود، حکومت تاجیکستان همینقدر آیندهش با کرسیش دراز مدت میشه. چقدر پناهنده کم شود، گبزنها، ضدیت کننده ها، مخالف ها کم میشن. برای که پناهنده وقتی که پناهنده شد آزاد است، بالاخره اگرچه خاموش باشد هم لیکن جانبدار مخالف میشه. لا اقل جانبدار مخالف میشد، اقل برآمده گاب نزند هم جانبدار مخالف است، همراه مخالفین است. از این جهت حکومت تاجیکستان در حقیقت فایده خوب میکنه. برای چی؟ برای که از این بعد پناهنده قبول شدن تاجیک در روی عالم رسم و مشکل است، برای که روی تاجیک سیاه شده است، خصوصا همین وقت‌های اخیر. انا که دویم فایده حکومت تاجیکستان از این حادثه اخیری که ترک و ترکش به نام تاجیک در تمام دنیا صورت میگیرد و همین برای تاجیک زده میشد نامش، فایده دیگری برای حکومت تاجیکستان این است که انکنون خشک‌تر هر تاجیکی که چشمش به یگان حکومت معقول نشد، یا که چهریش معقول نشد، یا که بخبر یگان خطاگی شد، یا که دکمنتش کمتر خطاگی شد، یا که در حقیقت یگان کمبودی دارد لیکن آدم خوب باشد هم، اینا میگیرند و دیپورت میزنن به تاجیکستان. در اروپا هم، در امریکا هم، در نمیدونم گجای دنیا نباشد، در گجای دنیا نباشد، اکنون تاجیک‌ها را دیپورت کردن به تاجیکستان با آسان‌تر شد نسبت به 1 سال پیش. مثلا 1 سال پیش شاید تاجیک‌ها را دیپورت کردن مشکل تر بود مثلا، لیکن حاضر آسان‌تر است. برای چی؟ کسایی که پاسپورت تاجیکی و تاجیکستانی شهروند تاجیکستان است، برای اینکه نام تاجیک‌ها در حقیقت سیاه شد، در حقیقت تمام دنیا باور کرد به همون سخن حکومت تاجیکستان که تاجیک‌ها آدمای گنده تروریست هستند. انمی گپ مردم یعنی دیگر کشورها باور کرد. اکنون هر آدمی که کمتر شبهناک تافت یا دکمنتش هم خوب نباشد، یک بار میگیرن دیپورت میکنن، برای اینکه میگن که این شاید یکی از آدمای گنده باشه. یعنی عاقبت این کارها در حقیقت برای حکومت تاجیکستان فایده دارد. حکومت تاجیکستان خواهد نخواهد فایدهش برای اینها هست. از همین جهت امروز میبینید که نام تاجیک رو عادتا از همون جانب، از جانب حکومت همچون تروریستگرو، یعنی انا همون جانب برافته استفاده میگیرن. لیکن ما تا امروز 2-3 صحبتی که درباره مخالفا کردیم این است که مخالفا هم همین چیز به جانبداری کرده است. مخالفا هم غیر از همین 500 نفر 1000 نفری خودشون 10 میلیون تاجیکی باقی مانده را فکر نکرده است. مخالفا فکر میکند که
این مردم تاجیکستان جانبدار حکومت تاجیکستان است. حکومت تاجیکستان فکر میکند که مردم تاجیکستان جانبدار حکومت جانبدار مخالف است. حکومت هم به مردم باوری ندارد و همکاری ندارد، مخالف هم به مردم باوری ندارد و همکاری ندارد. برای همین سخن حکومت هم در بالای مردم دغلان است، عملکردهای حکومت هم در بالای مردم دغلان است. برای چی؟ برای اینکه حکومت هم به مردم باوری ندارد، از مردم در حالت هراس است، زیرا که فکر میکند که مردم همراهی مخالف است. حکومت هم به مردم همکاری ندارد، بگویم مخالفان نیز به مردم همکاری زیچ ندارند، دغلانه رفتار میکنند، سخنهای زیشت میگویند و اهل سنت لقبی سلفی به بالاشون زده داده، افراطگرای به بالای مردم زدنی میشن. برای چی؟ برای اینکه مخالفان فکر میکرد که مردم هم همراه اونها نیست. اما مردم کی است؟ انا اینجا سوال است. سوال کی است؟ مردم کی است؟ مردم همین خیشی تبار من شما، مردم همون پدر و مادر شما، اکا، برادر، خواهر، عمه و عمک و خیش و تبار شما، همون قبیله شما، همون قوم شما، همون دهه شما، همین مردم همین مردمی که هستن خودشون کی میگویند؟ همینو ما شیعه هستیم میگویند، ما ملحد اتئیست کمونیست هستیم میگویند، یا که میگن که ما مسلمان اهل سنت و الجماعت مذهب ابی حنیفه میگن. عقیدتا اهل سنت است، مذهبا حنفی باشی کی نباشی هم عقیدتا یک عقیده است. عقیده حنفی، مالکی، شافعی، احمد ابن حنبل یک عقیده است، اصول دین. عقیدتا همه این مردم تاجیکستان میگن که ما اهل سنت و الجماعت، بجز پامیر که پامیر هم همه جاش نیست. بدخشان پامیر هم اهل سنت دارد، این طرف ونج است و از غلام است، این اطراف ها اینا هم جانب پامیر است اگر خطا نکنم، لیکن از همین طرف لیکن اینها اهل سنت قوی هستند. اما کمی از بدخشانی ها اسماعیلی است. اسماعیلی ها عددش خیلی کم است، 200,000 هم کمتر یا زیادتر، انا 250,000. تاجیکستان 10 میلیون است. لیکن بالاخره اناکنون همین مردم عامه، کولاب، مردم کولاب، مردم قرغان تپه، مردم یزغلام و ونج، مردم غرم، مردمی که در دوشنبه هستند، مردم سوغد، عینی و پنجکین تو اشت، اسفره و مسچاه و استرفشان، مردمی که از اون جانب هستند، شمال تاجیکستان، این همه مردم تاجیک هستند، تاجیکای ارقی. این مردم چی دعوا دارند؟ چی میگویند؟ ما شیعه هستیم میگویند یا که ما سنی اهل سنت و الجماعت هستیم؟ همه این مردم از کولاب تا پامیر تا غرم و قرغان و تا شمال دوردست های شمال تاجیکستان، سوغد و اطرافش، مسچاه و اشت و اسفره و اینجا، همه میگویند که ما اهل سنت و الجماعت هستیم. مردم اهل سنت و الجماعت است. بله، همه اهل سنت و الجماعت دعوا میکنند. کمبودی دارد، بله، بدعت منتشر شدگی است، قبر پرستی در بعض منطقه منتشر شدگی هست، در بعض جایها صوفی هست، در بعض جایها نیست، لیکن بالاخره همه دعوای اهل سنت و الجماعت میکنند. این مردم در بین هستند، این مردم عامه اهل سنت و الجماعت که دعوای اهل سنت و الجماعت میکنند در بین هستند. کتاب به امروز به یک صدا نگفتند که ما لشکری حکومت هستیم، یا به یک صدا نگفتند که ما لشکری حزب هستیم. اینا مردم بیچاره به زندگی خودش مشغول است. اناکنون از نظر شریعت شما گویید که غلبه، آینده، نصرت یعنی غلبه کردن معنی دارد. آینده در دست حکومت می شود یا که در دست مخالف ها. حاضر ما همچون خود ما را نظر دهنده و همچون خود ما را تحلیل کننده به حدود هستیم، حالا که ما هم سومین یک
بگویم مردمی ما مردم عامه ما سومین جماعت هستیم. حکومت مخالف و مردم عامه که ما هستیم که مردم عامه به ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت اعتماد میکنند. مردم به ما اعتماد میکنند. شما خواهید یا نخواهید مردم به ما اعتماد میکنند و اعتماد مردم به ما زیادتر از مخالفا و حکومت است. شما اینا خواهید نخواهید چیزی میگید بگید همین است نتیجه. لیکن اگر ما مردم نظر کنیم به حکومت و به مخالفا، غلبه آینده در دست کی است؟ آیا حکومت غلبه میکند یا مخالفا؟ البته حکومتی ها میگن که ما غلبه میکنیم یا که مخالفا میگن که ما غلبه میکنیم، لیکن از نظر شریعت غلبه در دستی کسی هست که دو چیز رو داشته باشد. غلبه آینده در دستی کسی هست که، یعنی کسی آینده دار است که دو چیز داشته باشد. اولین چیز عدل داشته باشد. دومین چیز اسلام و ایمان و توحید داشته باشد. برای چی من اول توحید نگفتم و اول عدل گفتم؟ برای اینکه الله سبحانه و تعالی عدل رو اینقدر دوست می‌دارد که اگر آدم بدین کافر هم عادل باشد انا همون کمک میکند. شما فهمیدید؟ برای همین من کلمه عدل پیش از ایمان و اسلام ذکر کردم. بله ممکن است که یک آدم بدین هم ممکن است که عادل باشد. دلیل بیار. اگر شما گفتید به من، بله دلیلش همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را از مکه به کجا روانه کردند؟ وقتی که در مکه اذیت و آزار مشرکین به بالای صحابگان زیاد شد، پیامبر صحابگان را ارسال کردند به هجرت از دار ظلم به دار عدل، به حبشه. امروز ما میگیم به زبان روسی والله علم اثیوپیا، حبشه به زبان عربی. حبشه در پشت یمن بین جزیره عرب و بین حبشه بحر سرخ است. یعنی حبشه در لب افریقا در اون طرفی جزیره است، در لب افریقا در لب بحر سرخ. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای صحابه ها، شما به همین حبشه روید که در همون جا یک پادشاهی هست که لا یظلم عنده احد، در نزد او هیچ کس ظلم نمیشه. حالا که حبشه حکومت نصرانی، پادشاه نجاشی نصرانی بود، پیامبر صحابگان را به حکومت نصرانی ارسال کردند. صحابگان رفتند، زیاده تقریبا از 10 سال زندگی کردند. قسمی از اونها زیاده از 10 سال تا 7 هجری، قسمی از اونها. الله سبحانه و تعالی و رسولش عدل رو خیلی چیز مهم ذکر کردن. الله سبحانه و تعالی ظالم رو بد میبیند اگرچه مسلمان باشد، مظلوم رو یاری میدهد اگرچه کافر باشد. ظالم رو بد میبیند اگرچه مسلمان باشد، مظلوم رو یاری میدهد و ندای او رو قبول میکند اگرچه کافر باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن: دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولده و دعوت المظلوم گفتند واتقوا دعوت المظلوم فانه ليس بینه و بین الله حجاب. مظلوم در این حدیث مطلق آمد. از مظلوم دعاش ترسید، گفتند ناله مظلوم به ترسید که بین مظلوم و بین الله پرده نیست. آدم مظلوم کسی نباشد، حتی حیوان مظلوم شود، حتی اگر سگ به ظلم کنید الله غضب میکند، حتی اگر سگ به رحم کنید الله اجر میده. حدیث صحیحی که یک زن از بنی اسرائیل خیلی گناهی سخت داشت لیکن مسلمه بود. در دشت صحرای خشکی دید که سگ در گرد چاه دور میزند، اما چاه که چقور است آب نوشیده نمیتواند. این زن به درون چاه در آمد، به کلوش خود، به همون پایافزال خود آب را برآورد، به سگ داد. به سبب همین عمل گناهاش را الله بخشید.
توحید رو که داشت جنت شد، به جنت داخل شد. رحم، الله رحمت دوست دارد. الله میگه که ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. در زمین رحم کنید چیزایی که در زمین است، الله به شما از آسمان رحم میکنه. یعنی عدل، رحم یکی از بزرگترین سبب‌های غلبه است. آدم عادل بودنش، سیستم عادل بودنش و رحم داشتنش، عدل این رحم است. برای همین بعد از این همه دلیل ها ما نظر میکنیم به سخن ابن تیمیه رحمه الله. ابن تیمیه رحمه الله میگن که ان الله ینصر دولت ان الله ینصر دولت العادله ولو كانت کافره. الله یاری میدهد، نصرت میدهد، یعنی با همون حکومت دراز مدت میکند. حکومت با دراز مدت میشد، بقایش درازی میده، با دراز مدت میشود اگر این حکومتی دولتی عادل باشد، عادل داشته باشد. ولا ینصر دولت الظالمه ولو كانت مسلمه. اما الله نصرت نمیدهد دولتی که ظالم باشد اگرچه این دولت مسلم باشد. خوب دقت بدید، بسیار حکومت اسلامی به نابود شدنش از سببی که ظلم منتشر شد. ظلم که منتشر شد دولت نابود میشد، حکومت نابود میشد. نابودی به این معنا که دیگر این در تاریخ نمیشه، فقط در تاریخ میبینید، دیگر این گشته به خودش نمیگوید. و همان جماعت غلبه میکند و همان حکومت غلبه میکند که عدل داشته باشد. اما دانید که اساس عدل، همه نمود عدل کامل، اول عدل آخر عدل در اسلام است. برای همین باقی باز میگردد به اسلام. باز غلبه بر مسلمین و موحدین است، برای که مسلمین هر دو این شرط رو دارند، هم عدل رو دارند هم توحید رو دارند. برای همین باید عادل باشد. عدل انمین از میده ترین جا، از کمترین جا باید شروع شود. عدل اول در بین دو نفر باید شروع شود. ای مسلمان ها، ما باید اولین عدلی که میکنیم اول در بین همدیگر عدل کنیم، در بین همدیگر رحم کنیم. ای مردم مسلمان، به همدیگر عدل و رحم و انصاف داشته باشید. به همدیگر ظلم روا نبینید که الله به بالای شما ظلم می آورد، بلا را می آورد. ای مردم مسلمان، همدیگری را بی‌قدری نکنید، بی‌عدلی نکنید، ناانصافی نکنید. زود یک کس فروخته زندگیش برباد داده نپرتوید. پس عاقبت برای متقین است. والعاقبت للمتقین میگیم که انمین معنای چی است؟ عاقبت برای متقیان است، غلبه و نصرت هم برای متقیان است. برای که انمین متقی ها، پرهیزگاران عدل دارند و توحید دارند. اما این حالت اگر حکومت عدل کند، حکومت با دراز مدت زندگی میکند. اگر مخالف ها عدل کنند و رحم کنند و انصاف داشته باشند به همدیگر و به مردم، اینها غلبه میکنند. اما سومین جماعت رو ما صحبت میکنیم، مردم عامه. حکومت یک قسم است، مخالف ها یک قسم است. مردم عامه، مردم اهل سنت و الجماعت که اینها به ما طالب علمای اهل سنت و الجماعت اعتماد دارند، غلبه ما کی هست؟ غلبه ما که ما دیگر گرفتار به این ظالمان نباشیم، به این مذهب فروش و دین فروش و اذیت دهنده از دو جانب هم نباشیم، مستقل و آزاد در دین، آزاد در زندگی، آزاد و پاک و زیبا زندگی بکنیم. کی است؟ الله سبحانه و تعالی کدام وقت به ما مردم عامه نصرت میدهد؟ یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای آنهایی که ایمان آوردید،
ای اهل سنت و الجماعت، مردم مسلمان عادی عامه تاجیکستان، اگر شما الله را نصرت دادید، الله شما را نصرت میدهد، مستقلیت را به شما میدهد، آزادی حقیقی، دینی، پاکی و سرفرازی در این دنیا و آخرت، سعادتمندی و عزت را به شما میدهد. وقتی که نصرت دادید الله را، شما را نصرت میدهد و شما را ثابت قدم نگه میدارد. شما شاید پرسید که چگونه ما الله را نصرت بدیم؟ شما دین الله را نصرت بدید. چگونه؟ شما دین الله را آموزید، به دین الله چنگ زنید، فرزندان خود را تعلیم بدهید، موحد شوید، شرک را ترک کنید، کفر را ترک کنید، طاغوت پرستی را ترک کنید، مزار پرستی و درخت پرستی و طاغوت پرستی و اینها را ترک کنید، ظلمی که بین همدیگر دارید ترک کنید، به همدیگر مهربان باشید. ای مردم مسلمان تاجیک، به همدیگر مهربان باشید، همدیگری را بیهوده به اذیت ندهید، آزار ندهید. اگر شما دین به چنگ زدید، قرآن و سنت و مذهب سلف این امت اهل سنت و الجماعت به در حقیقت چنگ زدید، خب فرق ندارد در جانب فقهی مذهب حنفی باشید، باکی ندارد عقیده بی اهل سنت و الجماعت باشید که من عقیده همه مذهب ها یک عقیده است. شما از این مصیبت هایی که به بالای شما آمده است 100 سال در زیر ملحدین، در زیر اتئیست ها بودید. 70 سال، بله، از سال 1970 تا این 70 سال. یعنی بعد از این امروز کشمکش از دو طرف شما بیچاره شدید. اگر به دین چنگ زنی شما نجات میابید. ای مسلمان مردم تاجیک، ای ملت مسلمان تاجیکستان، ای اهل سنت تاجیکستان، شما در این کشمکش ها بی‌طرف نباشید. اما شما نه جانب مخالفین، نه جانب حکومت، جانب الله و رسول، جانب حق، جانب مذهب و دین باشید. نشود که جانب این طرف یا اون طرف شوید و هم دنیایتان و هم دینتان بسوزد. در این دنیا هم نام غلامی و تروریستی و در آخرت هم شرمنده و سرمشار همراهی ان همون جماعت ها خیزید. نه. اما شما ای مسلمانان مردم تاجیک، امروز یک سخن در بین شما منتشر شده است. بسیاری مسلمان های مردم تاجیک میگن که به من چی فرق دارد، اینش حکومتش است، اینش مخالفش است، به من پروا ندارم. در زیر ظلم، در مهاجرت، در سفر، به نامهای بد، به سختی زندگی کردن مشکل است. تو سرزمین داری، تو حق داری که در سرزمینت آزاد زندگی بکنی. تو زمین داری که الله این زمین را به تو داده است. این زمین تاجیکستان صاحبش یک قبیله، یک قوم نیست. این صاحبش همه این مردم است. این زمین به من و تو هیچ کسی هدیه نکرده است که از من و تو کشد و بگیرد. این زمین الله به من و تو داده است. این داده الله است و من و تو حق داریم به این زمین. این سرزمین ما هست که ما باید در اینجا آزاد زندگی بکنیم. چگونه که الله خواسته است همان گونه آزاد زندگی بکنیم. اجداد ما در اینجا صاحب بود، زندگی میکرد. تو بی‌طرف به این سرزمینت نباش. هر کجا و نقطه دنیا رفتی تو بیگانه هستی، تو مسافر هستی، تو پرسیده میشوی. پرسیده میشوی که تو از کجا هستی. تا روز مردنت تو را میپرسن که تو از کجا هستی. و تو وظیفه دار هستی به بالا این سرزمینت که این سرزمینت چرا بی‌طرفی کردی. بی‌طرف نباش. و این چنین یک سخن دیگر منتشر شده است که ما به این فتنه ها دخل نداریم، ما به این حادثه ها دخل نداریم. میگن خوب گوش بکنید. بله دخل نداره، لیکن شریعت میگوید که کیف تکون یولى علیکم، کیف تکون یولى علیکم. ای مردم مسلمان اهل سنت تاجیکستان، یک سخنی سخت به بالای شما میاد. این سخن همین است که سبب اساسی عیبی که امروزه فتنه ها، سبب اساسی امروزه فتنه ها، مشکلی ها
ما مردمی عامه مسلمان هستیم. ما مردم هستیم. برای اینکه کیف تکونی ولا علیکم، شما چگونه باشید به بالای شما همان گونه سردارها، رئیسها، حکومتها می آید. ای مردم مسلمان تاجیکستان، درجه دینداری شما، ایمانی شما همین قدر بوده است که شما زیبنده انمین حکومت و زیبنده انمین مخالفا هستید. امروز مسلمان های تاجیکستان شب و روز ناله میکنند که چرا این مخالفا پراکنده است، چرا این حکومت ما این طرف ما را نمیفهمد و این چنین حالت های مشکلی هست و بسیار جوان ها ترمش ایستادند. جوابش مختصر این است که شما ارزنده انمین حالت هستید. شما اگر ارزنده نمی بودید هرگز به بالای شما این چنین مخالفان پراکنده خود شما را زننده و این چنین حکومت زننده شما به وجود نمی آمد. شما اگر در حقیقت مسلمان های واقعی، عقیدوی، موحدین، ملتزم به قرآن و سنت، پایبند قرآن و سنت با فهم سلف این امت، آزادگان از طاغوت پرستی و از اطاعت طاغوت آزاد می بودید، توحید می فهمیدید، فقط می گفتید که سر ما فقط به الله خم می شود، فقط به الله سجده و رکوع می شود، فقط اطاعت از الله می شود، فقط گفته الله و رسول می شود. اگر می گفتید و همچنین فرزندها و دخترهای زنها می داشتیم، ما به این حالت نمی رسیدیم. انمین جانب دینداری ما ضعیف است. جانب دینداری مردم تاجیکستان ضعیف است. امروز چقدر به نام مسلمان هایی که خودشون اسلام به نسبت میدن معنای لا اله الا الله نمیدانند، معنای اسلام نمیدانند، مسلمان چیست نمیفهمند، شب و روز برقص و بازی و دیسکتیک و زنا مشغولند. زن تاجیک دیروز به من سوال داد که خواهرش شراب نوشیده به خانه می آید و مادرش رو میزند و همین هم با خودش مسلمان گفته ایستاده است. سببش انمین علماها هست. انکنون به نقطه آخرین می آید. سبب پس شدن معرفت دینی، سبب ضعیف شدن مسلمانان چی است؟ انمین علما است. انمین علمایی که ما اعتماد کردیم، 10 سال در زیر جاغ اینها نشستیم، در زیر منبر اینها نشستیم، از اینها چیزی لازمی در کاری را نآموختیم. اینها خیانت کردند. خیانت اینها چی بود؟ اینها دانستن نگفتن، نه اینها نمیدانند، اینها ندانستند، اینها دین نمیدانند. خیانت اینها همین است که اینها جاهل هستند لیکن گفتند که ما عالمیم. خیانت اینها همین است که اینها نمیفهمند دین را اما گفتند که ما میفهمیم. خیانت اینها همین است که اینها نباید در بالای منبرها بنشینند و به شما فتوا بدهند لیکن نشستند و فتوا میدهند. خیانت اینها همین است که اینها میدانند که جاهل هستند، میدانند که از دین بیخبر هستند لیکن شکل خود را شکل عالمی تراشیدند، ظاهری خود را جلتکه و سله زدند و شما را باور کنانیدند که اینها عالم دین هستند. اینمی خیانت اینها است. شما نگوید که اینها میدانستند و نگفتند، نه، اینها نمیدانند. اینها تا حاضر نمیدانند که دین چی است. اینمین ملاهایی که در تاجیکستان است، از ایشانی کلانش تا خوردش، تا حاضر توحید نمیفهمد که چی است. اینها وقتی که ندانستند، نفهمیدند، اما خودشان را دانسته و فهمیده میگیرند، انمین ها مردم رسوا کردند. پس ما چگونه مسلمان های تاجیک از این فتنه های امروزه، از این خواری پستی بیرون شویم؟ اولین قدم بیرون شدن، اولین حرکت، اولین کاری که ما باید کنیم، از این علما باید جدا شویم. از این علما که نامشان علما است، اینها هیکل هستند، اینها مغز پوچ هستند، اینها جاهلانی که خود را عالم تراشیدند، از اینها جدا شویم. به علما و طالب علمان در حقیقت اهل سنت و الجماعه
همراه شویم. طالب علمانی که دین را از سیاست جدا نمی کنند، دین را از حکومت جدا نمی کنند، دین را کامل می شمارند، هم از جانب اعتقادی، هم از جانب عبادات، هم از جانب معاملات، هم از جانب پاکیزگی، هم از جانب فرهنگی، هم از جانب جزای جنایات، هم از جانب معارف و اقتصاد و نمیدانم سیاست، و هم از جانب حکومت و دولتداری، و هم از جانب معامله های روابط بین المللی، و هم از جانب حکم، علم، معرفت، تجارت. از همه جانب این دین ما کامل است. دین از دولت جدا هست، یعنی معناش این که این دین دولت داری کرده نمیتواند، این دین ناقص است، این دین کمبودی دارد، این دین ناپره است، گفتنی سخن این کفر است و این سخن مخصوص به ذهن شما جاری کردن تا شما این علمای دروغین، فریبگر، کذابین به نام علمایی که سوره فاتحه را نمیفهمد، خونده نمیتواند و نه فهمیده میتواند، شب و روز زندگیش مخالف سوره فاتحه و مخالف سوره اخلاص است، از اینها باید شما دور شوید، به طالب علمان اهل سنت شوید، دینتون آموزید. اگر در حقیقت 5% مردم تاجیکستان دینش آموزد، به دینش چنگ زند، اهل سنت واقعی شود، تاجیک در حقیقت دیگرگون میشد. تاجیک مسلمان در حقیقت گشته به همون عزتش میرسد. تاجیک مسلمانان چی گوید همون میشه، قوادار میشد. مقصد ما، پلن ما، دعوت ما همیشه نمین است. مقصد ما همین است که مسلمان تاجیک دینش آموزد و زیر پای هر یک کس نوکس نشود، خائن نشود، همدیگرش نفروشد، همدیگرش یاری دهد. مردم تاجیک نه در درون تاجیکستان از همدیگرش امین است، همسایه همسایه را میفروشد، دوست دوست میفروشد، و نه در خارج از کشور، خود در روسیه خود در اروپا باشد، همه به فروختن مشغول است. فروختن چیزی عادی شده است، حالا که این یک شرمندگی هم از جانب دین کفر است و شرک است و ریده است، از جانب انسانگرایی در همه ملت های این یک آدم فروشی فطرتا همه این بد میبیند، همه ملت این بد میبیند. لیکن در بین ملت تاجیک عادی است. آدم فروش ها امروز قهرمان شدند. محمد اقبال صدرالدین سال 2022 گفته بود که ورق کنید، ابو محمد هر کسی که شریکش باشد نویسید برده فروشید. یک چشمش آلوس، ما تاجیکا آلوس میگیم، چشمش آلوسی کمتر دیوانه تخلیط است، نامش نمیدونم کی است، برآمده گفت 200,000 روبل از من برده فروشید. قهرمانی است کرده ایستاد از اینا فروختن قهرمانی است میکند. ای مردم، شما این عادت و عرف عادت عوض کنید. فروختن قهرمانی نه، فروختن این توالت به تبدیل شدن است، حاجت خانه شدن است، مرتد و کافر و جهنمی شدن است. شما نفروشید، شما دشمنتون هم نفروشید، کافر را هم نفروشید. شما حرکت بکنید که به همدیگری یاری بدهید، نصیحت بکنید، زندگی همدیگر را نسوزانید. از الله ترسید. ملت دست جمع شویم. اگر مسلمان ها یکمین چیز دین آموزید، دومین چیز اولین چیز گفتیم قدم اول برای آینده تاجیکستان، برای آینده تاجیکستان نمیگیم، خطا شد جمله ما، برای آینده ملت مسلمان تاجیک اولین قدم از این علمای خائن دور شوید، علمای فروخته شده، علمای پلکونیکا دور شوید. اینا نیمش لیتنانت است، این ملاچه ها نیمش لیتنانت است، مایدچه هاش کلوناش پلکونیک است. فهمدید؟ یگان عالمش نیست، خالصش هم نیست. و دومین چیزی که قدم دومی که باید این تاجیک بردارد، تاجیک مسلمان قدم دومیش بعد از عالم جدا شدن، قدم دوم طالب علمای اهل سنت به چنگ زنید. سوم قدم شما، اولین وظیفه شما احترام همدیگر. ای مسلمان های تاجیک، احترام همدیگری را فروختن بس کنید، بوز شرمنده کنید، بوز کتی سلام علیک نکنید.
بوز کافر گوید، بوز به جنازه نخونید. تا روزی که بوزی فروختن، اویل ویران کنی، آدم برده کشتن، انا خیلی کره بوزی کره برده کشتن، از بین تاجیک گم نشود، از بین مسلمان های تاجیک گم نشود. این کفر، این شرک تا زمانی که برداشتن نشود، این ملت مسلمان تاجیک عزیز نمیشد. عیب در حکومت نیست، عیب در مخالفای هم نیست. مردم مسلمان عامه زیبنده این حکومت و این مخالفان است. شما خودتون زیبنده این است. اگر شما زیبنده این نبودید، شما به این حکومت نمی اومد. شما حق طلب می بودید، اگر حق طلب باشید، همدیگری را دستگیری کنید، احترام کنید، بزی نکنید، سربلند باشید، دستجم باشید، هرگز قسم به الله شما را نه حکومت، نه دشمنی خارجی داخلی، نه مخالف هیچ کس استفاده کرده نمیتواند. کدام مردم استفاده میشود؟ کدام مسلمان استفاده میشود؟ مسلمانی که علم ندارد، مسلمانی که عقیده ندارد، مسلمانی که عالمش بنام عالم لیکن جاهلی گمراه است، مسلمانی که همدیگریش به رحم ندارد، مسلمانی که احترام به همدیگریش ندارد، همدیگریش به یک چیزی ارزان به پول میفروشد، مسلمانی که برادری خودش برده 20 سال بفروخته با آش پلاب میخورد، بعد از این آش میخورد، فروخت برادرش 20 سال ترمه بدارد، میبرد از سود میبرد آش میخورد، شکمش دم کرده خوب میرد. این مسلمان، این چنین ملت، باور کنید سرجم شدنش، عزیز شدنش، حکومت زیبا داشتنش، عدل داشتنش، زیبا زندگی کردنش و مخالف مرد داشتنش و مسلمان داشتنش، این ناممکن است. فهمیدید؟ برای همین بیایید ای مردم مسلمان تاجیک، بله شما نیم زایده شما میگید که من پیر هستم به من لازم نیست، انمینم از سببی فکر اندیشرانی شما ویران است. ای پیرها، ای 40 ساله و 50 ساله شده ها، بله تو پیر شدی، در زیر غلامی عمر رفت گذشت، غمی فرزند چی؟ آینده این مردم مسلمان چی؟ مسلمانی که آینده دیگر مسلمان ها را فکر نمی کند، مسلمانی که آینده دیگر مسلمان فرزند و نبیره خودش فکر نمی کند که این فرزند من، این نبیره من آینده در این سرزمین همچون مسلمان زندگی میکند یا که در دیگر جا همچون غلام، همچون کافر زندگی میکند. همین سوال باید هر یک شما کنید. شما فکر نکنید که به گریخته رفتن به روسیه، به گریخته رفتن به اروپا و امریکا و ترکیه مشکلی شما حل میشود. حل نمیشود. آینده نظر کنید که این فرزندهایی که در روسیه دارید چگونه مردم میشن. حالی یک پکلینی شما حالی در روسیه نگذشته است. مردم تاجیک یک طبقه در روسیه حاضر آیسته پیر شده شدند. نو فرزندای شما یکمین پکلین دوم شما، یعنی طبقه دوم تاجیک‌ها در روسیه تولد شدند. یک طبقه به روسیه رفتند، فرزندهایشان در روسیه حاضر تعلیم گرفته شده است. همه شما مسلمانای تاجیک شهادت میدید که این فرزندهای شما در مکتب‌های روسی میخواند، زبان مادریش نمیداند، پروای سرزمین تاجیکستان ندارد و اینها نیم زایدش مسلمانی را نمیفهمد. اگر به زبان مختصری تاجیکی عادی بگیم، همه عروض شده رفته شدند. و این مردم پگه بس فردا به جنگ‌های روسیه، لشکری روسیه میشد. امروز ما به چشمام دیده شدیم، فرزندای برده تعلیم دادید، لشکری روس شده است. عاقبتش همین است که فرزند شما سرزمین ندارد، مقصد ندارد، آرزوی هم ندارد، فرزند شما نمیداند که مسلمان است یا کافر است. غیر از شکم دیگر چیز شما فکر نکردید. انمین تاریخ نوشته می شود، نوشته می شود که سالهای عصر 21، سالهای اولی عصر 21 تاجیک های بیغمی شکمخواه رفتند و غلام شدند. فرزندهایشون نصفش روس شد، نصفش انگلیس شد، نصفش اروپایی شد. تمام است. باور کنید نبیره شما، این فرزند شما حاضر
در پره گفته گاب میزند ولی دده پپه گفته گاب میزند، بله کم کم تاجیکی ازبکی برین لقای برین گاب میزند، لیکن رفته رفته نبیره شما نه پپه نه دده نه لالا هیچ چی را نمیفهمد. نبیره شما حتی مسلمان بودنش والله اعلم میفهمد یا نمیفهمد. ما تاریخ داریم. همین در اروپا بعض منطقه ها هست که تترها 200 سال پیش رفته همینجا مسلمان ها زندگی کرده. حاضر رو بین یک تا آدمی مسلمان میابی همش نمیفهمد. ما در درون تاجیکستان نشسته کلان شده زندگی کرده تاریخ گذشته ما نمیفهمیم. 80% جوان تاجیک حکومت سامانیان، دولت سامانیان، طهاریان چخیلی بود، چی بود؟ علمای تاجیک کی به وجود آمد؟ بچه به کدام سبب نمیداند؟ در درون تاجیکستان نمیداند. اکو در روسیه رفته، در اروپا رفته، اصلا نمیفهمد. مقصد من چی است؟ مقصد این است که اگر ما همه فرار به خارج کنیم، فرزندها ما در خارج تعلیم بدهیم، عاقبت فرزندهای ما چی است؟ بی زمین، بی سرزمین، بی زبان، بی یک مقصد و بی مرام، نلوگ پلتل شک انداز سپار شده کار کرده دیگر جو میگرده. دیگر آینده به فرزندهای ما نیست. این دلالت میکند که به فرار کردن به گپای پوچ غلغله کار حل نمیشود. و این نصیحت ما اینچنین به این نصیحت است. ای حزبی ها، ای مخالفا، این به شما نصیحت است. شما نصیحت شنوه دولینتون میزند دارو خورده خوب میکنید. نصیحت اینو نمیفهمد که نصیحت تو گوش کن نصیحت چی است. شما این برنامه های پوچی بی معنا را به یک طرف مونید. به جای این غلغله، کشاکش، حقارت، دشنام، شما به این مردم آداب، نفروختن همدیگر، دین، آیینش تعلیم بدید. برای همین یگانه مردمی که یگانه انسانهایی که مردمی تاجیک را، مسلمانهای مردم تاجیک را همچون مسلمان برای ایستادنشون سبب می شوند، یگانه انسانهایی که ملت تاجیک را همچون ملت مسلمان تاجیک گمنام شدنش را پیشگیری میکنند، یگانه انسانهایی که این سرزمین را یک ولایت خطای شدن نمیمانند و این سرزمین را همچون سرزمین مسلمان اهل سنت نگه داشتن به سبب میشوند، این علما و این طالب علمان اهل سنت و جماعت هستند. قسم به الله شما امروز اگر نفهمیدید، ای مردم مسلمان تاجیک، اگر شما امروز نفهمیدید همین چیز را، شما خطا میکنید، پشیمان میشوید. بعد از این که یک روز از روزها شما ولایت خطای میشید، بعد از 100 سال یا 50 سال این سخنهای مرا فرزندهای شما شاید شنود و بگوید که بله خطا کردند. اما بعد از این دیگر ترکمنستان شرقی که شد دیگر حاجت نیست. کرسیدارها هم و مخالفا هم توف کرده است به آینده این سرزمین. یگانه انسان‌هایی که سببی باقی ماندن سرزمین مسلمان ها می شوند، سببی یک ملت گم نشدنش همچون ملت مسلمان میشن مسلمان ها، همین مسلمان ها طالب علم اهل سنت هستند. تاجیک پیش از اسلام هم هیچ چیزی نبود، پراکنده بود. دولت طهاریان هم، دولت سامانیان هم مسلمان های تاجیک بنیاد کردند. در اساس قرآن و سنت فهم سلف این امت اهل سنت و الجماعت این تاجیک وسیع کردند. باقی ماندن زبان تاجیکی هم در انمین آسیای مرکزی به سبب علمای اهل سنت بود. باقی ماندن این سرزمین هم در دست تاجیکا به سبب همین علمای اهل سنت در جماعت بود. اسلام به یگان زبان ضدیت ندارد، اسلام به یگان قوم ضدیت ندارد، بله اسلام به ملیگرایی که عاقبتش آدم کشی، ملیگرایی که عاقبتش خونریزی از ضدیت دارد، ملیگرایی کفر است و طاغوتی است. اما اسلام به هر یک ملت،
به هر یک زبان احترام قائل است. همچنین اسلام به این فارس و تاجیک احترام قائل بود. از همین جهت حکومت فارسی تاجیکی حکومت سامانی 200 سال حکومت کرد. اولین شاعرها هم در همین زمان حکومت اسلامی سامانی به وجود آمد. ابو عبدالله رودکی اولین سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک، نه ایران نه افغان نه تاجیک یگان نفر از اینها یک شاعر نداشتن. یک شاعر به من گو که شاعر فارسی پیش از اسلام باشد. ابو عبدالله رودکی اولین منو است. 260 هجری بود والله تولدش. و این آدم 800 چند بود. و این آدم از اسلام تعلیم گرفت شاعریش. یعنی زبان به واسطه ادبیات حفظ میشد، به واسطه شعر حفظ میشد. 848 میلادی بله 260 هجری. برای همین مردم که بی‌طرف باشند، مردم که خوب باشند، مردم که بی‌پروا باشند، مردم که غلامی را اختیار کنند، مردم که از آینده فرزند خود بی‌پروا باشند و آینده فرزند خود را فقط جانب شکمش را فکر کنند، فقط جانب به یک جا برآمده رفته فرزند بی‌زبان شدنش را. امروز تاجیک ها فخر میکنند وقتی که فرزندشان به زبان روسی صحبت میکنند. عاقبت چی است؟ عاقبت این سرزمین چی است؟ برای همین مسلمان ها، ای مسلمان های ملت تاجیک، پیش از رفتن وقت خود به دست گیرید. یک راه دارید، دو راه نه، یک راه، دیگر راه نه. یک راه انمین اسلام است، انمین قرآن است، سنت است، فهم سلف این امت است. یک راه دارید، بیاید به همین راه چنگ زنید. این راه به زبان تو ضدیت ندارد، به ملت تو ضدیت ندارد. انمین راه بود که زبان تو ملت تو را حفظ کردگی بود، سرزمین تو را حفظ کرده بود. سه چیزی ضرورترینه که تو میگویی زبان، ملت، سرزمین. همین اسلام زبان، ملت، سرزمین تو را حفظ کردگی بود. بیا به اسلام چنگ زن، در این دنیا و در آخرت سربلند باش. سرزمین خودت رو، زبان خودت رو و پیش از همه اسلام خودت رو حفظ کن. آینده فرزندهایت رو حفظ کن. به اسلام چنگ زنید و به توحید چنگ زنید. انمین است نجات تاجیک. آینده تاجیک به همین خوب است. وگرنه هیچ یگان دیگر قوه نیست که مردم جمع کرده تواند، مردم یک نظر کرده و یک فهم کرده تواند. دیگر قوه نیست. یگان جنگ هم آخری کار به خوبی نمیبرد. یگان تظاهرات و میتینگ هم که در غیر اعتقادی به خاطر آزادی میگن و این آن میکن، آخری کار خوب نمیکنند. غیر از بدتر شدن دیگر کار نمیشد. فقط به خاطر الله اگر این مردم دینش آموزد و به خاطر دینش و سرزمینش اگر مقصد و مرام خودش کشد، در این وقت بله الله نصرت میدهد و این یگانه قوه هست که قوه الله هست. لا حول ولا قوة الا بالله. البته که اینجا یاری به بالای مردم تاجیک میاد. در غیر این صورت چقدر که مردم مسلمان تاجیک به فحش و فاحشه مشغول شوند، به این دجال های زمانه که من مقصد دارم فردا و پس فردا درباره دجال های زمانه، این ارتیست های کافر مشرکی، این شرک پهن کننده، این فاحشه های و فاحشه پهن کننده و گلیبال پهن کننده ها صحبت کنیم، تا زمانی که اینها زیاد هستند، تا زمانی که در نزد این دجال ها زن و فرزند و دختر شما رقص میکنند، تا زمانی که زنهای شما در سر کوچه ها به فحش و فاحشه مشغول است، هیچ کس پروا ندارد، تا زمانی که قمار و ربا آشکار و واضح در بین شما منتشر است، تا زمانی که شما جوانهای مسلمان تاجیک به دینتان چنگ نزنید، رب خود، خالق خود،
معبودی بر حق خود الله رب العالمین را نفهمیدید، لا اله الا الله محمد رسول الله را چنگ نزدید، نفهمیدید، نآموختید، به خاطر چی آمدنتون را نفهمیدید، هرگز شما عزیز سربلند نمیشید. تاجیکستان به پیش گفتن شما فایده ندارد، دروغ است. همه دنیا میداند که شما هیچی هم نیستید. برای همین این مردم در تمام روی دنیا قربان سیاست بازی های تمام حکومت ها میشن. یک تاجیکستان به پیش بعضش میگوید که گویا که تاجیک ها در تمام دنیا فقط سربلند گشته باشند. بله، بعضی ها با ما نصیحت هم میکنن که ای به شما چی لازم است، این گپا مزه کرده خورده گرده فربیک شده شکمچه مونده گرده سر کل کرده میگد. و انمین هم یک نامردی، بی‌طرفی، یک احمقی است. همین خیلی آدمو به پهلوم باشد که توف کنم روش به یک بار. بعضی آدم ها فقط انمین خودش، زنش، پسرش و دخترش میگد، حتی پدر و مادرش هم فکر نمیکرد. تا در خونش اومده لگد کرده، در خونه در اومده زنش و دخترش پهلوش به تجاوز کردن نرود و دیگه هیچ به باورم ندارد، پروا هم ندارد. مردی مسلمان باید غیور باشد، مردی مسلمان باید تغییر دهنده جامعه باشد، مردی مسلمان باید فکر و اندیشه آینده داشته باشد، مردی مسلمان باید برای ملت مسلمانش غمخوار باشد، مردی مسلمان گذشته و آینده را فکر کند، از تاریخ عبرت بگیرد، مردی مسلمان باید کمی زنده باشد. این چگونه مردی است؟ این چگونه مردی است که فقط به جانب بی‌طرفی، فقط به جانب دیوسی، فقط به جانب رقص باشد، سرود باشد، این باشد و آن باشد؟ ای مردم مسلمان تاجیک، بدانید که شما باید دست جمعانه به دین چنگ زنید و ضد این زناها، ضد این ارتیست ها، ضد این فاحشه ها، و باید شما این چیزها را انکار کنید، وگرنه بلای مصیبت عظیم در بالای شما است. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه حالا آیت این چنین بود که امرنا مترفیها ففسقوا فیها. و اذا حالا آیت از اینجا اولش به خاطر آمد اردنا ان نهلك القرى امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیهم، یعنی الی آخر الآیه. یعنی الله میگه که اگر ما به بالای یک قریه یعنی یک منطقه، به بالای یک کشور، منطقه، سرزمین خواهیم که عذاب بیاید، مردمش چکار میکنند؟ مردمش را میگذاریم که فسق و عصیان بکنند، فسق و عصیان بکنند. یعنی هلاکت مردم، پستروی مردم از آن همین است. بله، اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقتی که یک قبیله نابود شدنی وقتش آید، وقتی که یک سرزمین وقتی نابود شدنش بیاید، وقتی بلا و مصیبت الله به بالای سر اونها بیاید، این قوم به چی کار شروع میکنه؟ وقتی نابودی که اومد، ببینید قوم، این مردم شروع میکنند ففسقوا فیها، سرکشی از الله را، زنا آشکار میشود، شراب آشکار میشود، قمار آشکار میشود و رقص و بازی و دجال ها، این ارتیست ها آشکار میشود. وقتی که همین چیزها آشکار شد و فسق و فساد آشکار شد، فحق علیها القول، انا همین وقتند امر الله، حکم الله، عذاب بالای اینها به واجب میشد. فدمرناها تدمیرا، این قوم نابود میکند، تدمیر میکند. خوب دقت بدید به این آیه. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
بله آهسته آهسته بلاها و مصیبت‌هایی که در بالای تاجیکستان است آمده ایستاده است. سیل‌های هم سیل‌های بزرگتر شده ایستاده است. ترمه‌های هم نسبت به دیگر سال‌ها بزرگتر، اوریه‌ها رو هم بزرگتر، قمبغلی هم باز سخت‌تر. یعنی خیلی رفته ایستاده. رفته رفته به زمین میمونی. یک روز میشد که به زمین میمونی، به خاک میمونی. خطای میگرد بلوک پست میزند، چینگ فینگ فونگ تو میگذاری، چشمت تنگ میکنی، سوپر کلیکتی دیگه ایلوج زندگی نمیموند. یا میگیری زیر خیلی غریب و غربا مرده میری. پس یا که بله یا که برف نمیبارد، یا که یک بارو میبارد که سیل اومده گرون میرد. زردولی به امید میکردید، زردولی الله داد، اینقدر داد که دادن هم مصیبت شد. آدمی جمع کرده میگرفتگی نرخ زردولی کپیک، ندهد هم بلا، دهد هم بلا. و این برای چی است؟ این عذاب و مشقتی که این مردم دارد برای چی است؟ شما فکر میکنید برای چی است؟ برای این است که این مسلمان ها به نام مسلمان دلم پاک باشد و مسلمان هستم، من از همه بهتر هستم گفته میگردی، نیم زایدت مسلمانی را نمیفهمی، نیم زایدت از مسلمانی دست کشیدی، نیم زایدت شب و روز کفر میکنی. برای همین این مصیبت هست. چیزای نهی شده رو، کفر و شرک رو شب روز انجام میدی. لعنت الله به این خلق قوم ها میبارد. کسایی که دیده و دانسته گناه شب روز کردن میگیرند. گناه بزرگترین شرک منتشر است، کفر منتشر است، بینمازی منتشر است، زنا به درجه منتشر است که به گفته راست نمیاد، ارتسی به درجه منتشر است، گلوبایی دارد منتشر میشد. عذاب شما چی است؟ بله شاید شکمت غفص دم خوب میری، برای که تو پروا نداری، تو به زمین موندن، آینده فرزندت غلام شدن، آینده هفت طبقه آینده نبیرود غلام به زمین شدن، تو اینا نمیفهمی که این چی مصیبت است. برای که تو فرهنگ نداری، برای تو فرقی نداره. لیکن برای انسان عاقل، انسانی که آینده میخواهد که او در تاریخ یک همچون مسلمان همین منطقه نامش مونده باشد، در نزد الله هم سربلند خیزد، این آدم البته که بی‌طرف در این حالت ها نمیشد. خیر بالاخره این است برای چه من این سخنها رو میگم؟ برای آنکه بسیار برادرها و بسیار خواهرها یعنی شاید نفهمند وقتی که ما هم حکومت رو قبول نداریم و هم مخالفه رو قبول نداریم، مردم میگن که خیر شما چی هستین؟ کی هستین؟ باری دیگر ما مسلمان های عادی اهل سنت تاجیکستان هستیم. تاجیک ما میخواهیم که ما هم میخواهیم که همین سرزمین آزاد، عدل، رحم در اساس قرآن و سنت باشد، در اساس قرآن و سنت عدل باشد. و ما میخواهیم که مذهبمون آزاد باشد، مذهب اهل سنت و الجماعت در اساس قرآن و سنت فهم سلفی اومد. ما هم میخواهیم که فرزند ما آزاد گردد. ما از هر دو این جانب، نه از جانب حکومت و نه از جانب مخالف، این چیزا نمیبینیم. یک دوی ما گوساله نیستیم، ما گوسفند نیستیم که ما یک کس بیاد و چو بگوید ما طرف این که رویم یا طرف او که رویم. ما به خودمون شخصیت قائل هستیم، به خودمون علم داریم و به خودمون قرآن و سنت و فهم سلف این امت داریم و منهج و راه و برنامه ما هم از برنامه و منهج و راه حکومت، هم از برنامه و منهج راه مخالف قوی تر است. ما دعوت میکنیم حکومت تاجیکستان را و این مخالفا را بیاید به نزد ما، بیاید گفته های ما را گوش کنید، توبه کنید، بیاید این ظلم ترک کنید، بیاید این حزبازی را بس کنید، بیاید به قرآن و سنت تن دهید، به ما نه، بیاید به همون مذهبتون، به همون دینی که بابای و اجدادتون داشت، به قرآن و سنت فهم سلفین اومد تن دهید.
بله شما سردار میشوید. نترسید، ما بیزار از رئیسیم، بیزار از کرسی هستیم، ما میدیم کرسی شما با. لیکن توبه کنید، کفر شرک ترک کنید، مخالفت دیوانگی بس کنید، بیایید قرآن و سنت کتی تنجی و آرامی را به همین منطقه، عدل و انصاف به همین منطقه، آینده فرزندان ما را به همین منطقه خوب برنامه ریزی کنیم در اساس قرآن و سنت فهم سلفین اومد. چرا شما قرآن دهشت فکن میگید؟ چرا قرآن و سنت در اندونزیا بدون جنگ رفت؟ چرا قرآن و سنت در اندونزیا امروز بدون جنگ تطبیق می شود، به سخن و به یکدیگر فهمی شد؟ چرا امروز در بین ما نمی شود؟ می شود وقتی که شما به نزد قرآن و سنت بیایید. اما افسوس که الله به ما خبر داد که اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، وقتی که دعوت کرده می شوند به سوی الله و رسول که به حکم الله و رسول در بین اینها حکم کرده شود، فریق از این مردم، اذا فریق منهم، فریق از این مردم سرکشی میکنند، منافقین نمیخواهند اصلا از حکومت دارها و اصلا از مخالفها، اینها اصلا راضی نیستند که مسئله آینده تاجیکستان را در اساس قرآن و سنت، در اساس فهم سلفین اومد، در اساس مذهب این مردم، مذهب اهل سنت و الجماعت، در اساس عدل، در اساس انصاف حل کنیم. اینها میگن که نه، قرآن و سنت گویم، قرآن و سنت یهود و نصارا همیشه کش میگوید که میگن و احمق، تو در کجا این چیز قرآن و سنت گفته است؟ قرآن و سنت میگه که لا اکراه فی الدین. قرآن و سنت در زمان ابوبکر و عمر و عثمان علی 1000 سال دیگر در عراق، در مصر و در بسیار سرزمین مسلمان ها یهود زندگی میکرد و نصارا زندگی میکرد، مجوس زندگی میکرد، آزاد است، البته به شرط و شروط. چخیلی که امروز ما مسلمان ها در روسیه، در اروپا، در تمام دنیا به شرط و شروط زندگی میکنیم، یهود و نصارا هم از امروزه دیده آزادتر در حکومت اسلامی. یهود و نصارا آزادتر از امروزه، آزادتر از اروپا، شاید آزادتر از روسیه دیده یهود و نصارا در یک زیر حکومت اسلامی زندگی میکنن. یک مجوس یهود نصارا در زیر حکومت اسلامی زندگی کردنش در زمان عمر بود رضی الله عنه. لیکن شما اسلام خطا فهمیدید و اسلام خطا میفهمونید. به نظر من شما اسلام خطا نفهمیدید، بر دروغ اسلام مردم به خطا میفهمونید، برای اینکه شما اسلام میترسید. شما فکر میکنید که اسلام کرسی شما را میگیرد. نه، نترسید، کرسی به شما داده میشود به شرطی که شما توبه کنید، قرآن و سنت که عمل کنید. همین اسلام است که آزادی را آورد. تو اسلام همه ملتگرایی، همه یک چیز قبول میکردن، دیگر کسی میکشتند. یهودی ها غیر از خودشون دیگر کسی میکشتند. لیکن اسلام اومد گفت در بین مسلمان ها یهودی هم زندگی کند، مجوسی هم زندگی کند، نصرانی هم زندگی کند. یهودی و نصرانی و مجوسی را در بین مسلمان ها هیچ کسی حق ندارد که زند، کشد. در زیر حکومت اسلامی زندگی میکند به شرطی که یهود و نصرانی هم اینقدر از خودش نرود و زندگی عادیش کند. یهود و نصرانی ها در وقتش از دولت های نصرانی یهودی گریخته رفته در دولت های حکومتی اسلامی زندگی میکرد. اگر شما بیایید به قرآن و سنت، ای مخالفا، اگر شما همین روز گوید که ما از همین روز عبارت به قرآن و سنت، به مذهب اهل سنت و الجماعت البته پیش میریم گوید. البته من میدونم که این چیز گفتن شما مشکل است، شاید شما در نزد حکومت های دیگر حکومت ها ترسید، لیکن به همین اشاره کنید و بعد از این فهمونید که همین حکومت اسلامی در حقیقت حکومت آزادی دهنده است. اما یک بار آورده آزادی، بله حکومت اسلامی گلوبایی را نمیدهد، این درست است. گلوبایی مخالفت به فطرت است. حکومت اسلامی بله زنا را اجازت نمیده، بله این چیز به شک نیست. ما به این معنا آزادی نداریم.
این چیزها را دونست عمل کنید. من فکر میکنم در یک هفته همه این کار حل میشد. یک هفته به حل میشد. اما شما تا روزی که همین کار نکردید، شما هم به سرزمین، مردم مسلمان هم به سرزمین و عمر حکومت باز یک ظالم طولانی و ادامه میده. برای همین ما خواهش میکنیم از همه، اولا از مسلمان های ملت تاجیک که بیایید انامین از عالما دور شویم، دین آموزی به سر کنیم، همراه طالب علمان اهل سنت باشیم، همدیگری را دستگیری و احترام کنیم و فروختن بس کنیم، نامردی را بس کنیم، بزار قهرمان نگوییم، حقارت کرده گوزن قهرمانی نگوییم، این مدنیت های شیطان ساخته را دور کنیم، یک جا باشیم. و بعد از این ما طلب میکنیم از حکومت و از مخالفا که ظلم بس کنید. اگر خواهید که حکومت شما دراز مدت باشد، اگر خواهید که غلبه کنید مخالفا، ظلم بس کنید. از اول بین همدیگری ظلم بس کنید، بعد از وی دیگرها به ظلم بس کنید، بعد از این تهمت و طعنه بس کنید، تهمت و طعنه رو در بین مردم بس کنید. بارک الله فیکم.